ما به واسطه محور مقاومت آمریکا رو از خاورمیانه انداختیم بیرون. من از شما خواهش میکنم برید بدهی‌های آمریکا رو نمودارش رو ببینید. از 2001 2002 به بعد جهش میکنه، وحشتناک. هزینه‌های سرسام‌آوری که تو خاورمیانه کرد نتونست، اصلا نمودار عجیب غریب رفته بالا. کی با این همه هزینه رو تحمیل کرد رو آمریکا نتونست به نتیجه برسه؟ ایران. قصه اوکراین رو الان ساختن برای اینکه بتونن اروپا رو درگیر روسیه کنن، هم روسیه رو بزنن، هم قیمت انرژی رو ببرن بالا، چین رو بزنن، هم اروپا رو درگیر بکنن که آمریکا کماکان ابرقدرت بمونه. آمریکا انقدر خرفت شده الان دیگه نمیتونه خودش اصلا نمره 14 برسونه 15، داره همه رو میاره با این تر از خودش. این 12 و 11 و یکی مردود به اروپا رحم نمیکنه. دارن جبهه بندی درست میکنن. این همه اینا در مورد پهپاد و شاهد ما حرف میزنن، فکر میکنین نمیفهمن این اقتدار نظامی ایران نشون میده؟ میدونن، میگن عیبی نداره اینجا ضرر کنیم، جای دیگه یه حسنی برامون داره. چیه اونجا که بگن آقا ایران و روسیه توی جبهه. این که اوکراین میاد اعلام میکنه تو ماجرای حمله پهپادی که به یکی از سولاهای وزارت دفاع در اصفهان شد، اتفاق خاصی هم نیفتاد، که از معاونین امنیت ملی اوکراین بود ظاهرا گفت ما هم نقش داشتیم تو این حرکت. برای چی؟ برای اینکه ایران هل داده بشه تو جبهه روسیه. ایران هم بگه حالا اینجوریه، روسا موشکای فاتح 313 میخوان نقطه زنه، تا الان ایران نداده، حالا از این بعد میده. این که اروپایی‌ها رو دارن هل میدن علیه ایران، موضع‌گیری‌های سخت بکنن، سپاه تحریم کنن، برای اینکه اروپا از روسیه که دیگه نمیتونه گاز بخره. کشور عربی هم که تحت سلطه آمریکان، فقط میمونه ایران. میخواد این رابطه با ایران هم خراب بکنن که الالعبد اروپا نیازمند انرژی آمریکا باشه. 35 میلیارد دلار تا الان فقط گاز LNG بهشون فروخته. گازو با کشتی فشرده میکنن، کشتی بار میزنن میارن تو اروپا، دوباره تو پالایشگاه بتونن استفاده کنن. یعنی خیلی گرونتر. اینا مردم اروپا رو الان نمی‌بینین میلیونی جمعیت رفتن تو خیابونا، میگن به ما چه ربطی داره این جنگ؟ Massaf International Institute. Uncovering the truth.